رافینیا روگانی پاس میدهد و پودری شد و نشد، اما گل نشد. دروازه‌بان گرفت این توپ رو. نگاه کنید دوستان، زد اینجا زد و افسوس هم میخوره. روغنی پاس میداد مرفر شد میزنه اما نتونست. اینجا توره گل دوم برای بارسلونا. نگاه کنید دوستان عزیز، اینجا چی کنترل عالی داشت رو تو. به چی شوتی زد، به زمین برخورد کرد و دروازه‌بان هیچ غلطی نتونست انجام بده. صحنه تکرارش با هم نگاه کنیم. اینجا رونی خیلی، اینجا آفساید هم اصلا نیست. رافینیا از اون ور پاس میدهد این ور و میکوبه توی دروازه. بگیرم گل دیگه که زد. این چرا با پیدری خوشحالی کرد؟ نمیدونم، مشخص نیست. اینجا موفرفری گل زد و رافینیا فکر کنم اشتباه پدری رو بغل گرفت. این دروازه رو توف میندازه. توف به این شانس. حالا رونی برداخچی یکی دو پا میزنه و گل. چقدر راحت گل میکنین دروازه‌بان. واقعا فکر کنین دروازه‌بان نیست، چندان دروازه‌بانی هم نیست. نگاه کنید، این توپ ساده رو نتونست بگیره. رافینیا وای و اینم شوت، چی گل زد. واقعا این گل شاهکاره. به خوشحالی هم انجام میده. نگاه کنید دوستان عزیز، از زاویه بسته یه توپ عالی رو توی دروازه یعنی به الان دیگه کاری از دستشون بر نمیاد. میخواست خودشو گل بزنه اما نشد. دروازه‌بان گرفت. حالا یک حمله و به چوب دروازه خورد این توپ. نگاه کنید دوستان از اینجا به چوب دروازه برخورد که حالا بازیکنان بارسلونا توپ مرسی به رافینیا وای دوبل میکند و دروازه‌بان هم عصبانی است. توری دروازه رو میکشه، میگه چرا به من کمک نکردی.